اصابت خیلی دقیق و خوبی بود. یک هدفی رو در 300 کیلومتری پیش بینی کردیم و این موشک به سمت اون شلیک میشه و با سیکر هوشمندی که در نوک موشک هست در واقع هدف رو میبینید الان قفل کرده رو هدف، به سمت هدف داره شیرجه میره. این دوربینی که روی موشک هست، رو موشک، بله الان اصابت کرد و جالبه که بدونید این هدف ابعادش 1/20 اهداف شناورهای بزرگه. این ناوهای هواپیمابر دیگه در امان نیستن دیگه. رزم ناوها همه گونه شناورها معمولا بزرگن، طولشون معمولا از 150 متر به بالاست. این موشک در واقع یک موشک بالستیک، خب سرعتش بسیار بالاست. موشک‌های کروز ضد شناور معمولا سرعتشون زیر سرعت صوته، این چندین برابر سرعت صوته و میتواند در فواصل بسیار دور اهداف خودش رو مورد اصابت قرار بده. زمان رسیدن به هدف خیلی کوتاه است و امکاناتی که امروزه روی شناورها برای مقابله با موشک‌ها دارن معمولا برای کروزهای سرعت پایینه بیشترین شده. بعد توی آزمایش پیامبر اعظم 7 چرا سپاه همه موشک‌های بالستیک خودش رو آزمایش کرد و سر و صدای زیادی هم کرد؟ چون اینا دیگه از فضا هم خارج میشن. معمولا موشک‌هایی که دوربرد هستن تا شاید 600 700 هزار کیلومتر از سطح کره زمین ارتفاع میگیرن. برای این سرعت فوق‌العاده‌ای دارن. بله دیگه موقع بازگشت دیگه تحت اثر جاذبه برمیگردن، رفته رفته سرعت میگیرن تا موقعی که به اتمسفر زمین میرسن دیگه این سرعت بر اساس استحکاکی که وجود داره کاهنده است تا لحظه که اصابت بسیار. پس این تصویر داغه. بله دیگه این دیگه تنوری. خب خبر دیگه سردار جز خلیج فارس؟ خب ما در مراحل پایانی در واقع بمباران هواپیماهای جنگنده رو داشتیم. تصاویر اونم هست؟ تصاویر اونم باید باشه، بله اونم. این نقطه‌ایه که قرار بمباران بشه و هواپیمای بدون سرنشین این نقطه رو در واقع تعیین کرده، روش قفل انجام داده و اطلاعات اون به لحظه به هواپیما منتقل میشه و هواپیمایی که قرار بمباران بکنه با استفاده از این اطلاعات اون نقطه رو دقیق مورد اصابت قرار میده. یعنی کاملا سردار این پهپادا با جنگنده های سپاه مچ هستن دیگه، اون اطلاعات میده. درست مثل این تصویر این دایره سفید رنگ که میبینید در مرکز اون این کانتینره زدن. بله این هدفیه که الان شما پهپاد داره نشون میده. اون از زیرمون سایه‌ای که عبور کرد مال هواپیمای سخو بود. چیدم خود پهپادا هم حسابی پرکار بودن توی مرحله سوم. به بمب افکن‌های دیگه هم دست پیدا کردید بدون سرنشین دیگه. بله ما الان انواع دیگه ای رو هم که بتونه سبکتر باشه، مسیر طولانی‌تری رو بتونه بره و بمب‌های بیشتری رو بتونه با خودش حمل کنه و همچنین موشک‌های هوشمندی رو که در واقع به عنوان موشک‌های هواپیمازمین برای نقطه زنی بهش استفاده کرد. این الان کراره. بله اینا کراره که دیگه حالا رهایی بمبش احتمالاً بتونیم ببینیم. اینجا ببینید الان بمب رها شد و هواپیما اون بالا داره میره و این بمبی که از پایین جدا شده داره میاد به سمت هدف.